خب درود. آموزش سریع آن بریک برای دوستان. خب ما اینجا 4 تا بخش داریم: استوریج، مودگان، کانتکست، مارکت. برای اینکه بریم تو بازی رو شروع بکنیم بعد بریم تو استوریج. خب شما اول از همه نیاز به یه کیف دارید. کیفو که بذارین اینجا، خب که جا نمیشه واسه من فعلا. من یه کاری کنم الان جا بشه. بنداز اینجا ببینم. خب اینو میزنین تو جا خالیش، میزنین تو گو تو مارکت، کیفا رو انتخاب میکنین. هر چقدر گرونتر باشه جای بیشتری داره که من همین اینو بهتون پیشنهاد میکنم یا اینو. به قیافش نگاه نکنیم. شرمنده. خب اینو میزنم سر جاش. همینطوری همه ترفندنم بهتون میگم. الان مثلا اینا نامرتبن، این دکمه رو بزنی مرتب میشن. مثلا کیفا دیدن کیف من جا نمیشد، راست کلیک میکنم روی این کیفه، اکسپند میزنم، باز میشه کیفم. ولی الان بخوام کیفمو ببندم روش راست کلیک میکنم، رول اپو میزنم که کوچولو میشه. بعد اینو میزنم چیز میشه. پولتون رو نباید به چیزای چرت و پرت خرج کنیم. پولتون خیلی براتون حیاتیه. خب تفنگو مثلا نه اینقدر خرت و پرت مثل همه این تفنگو رو بچسبونین، چون اگر ببینین همه چیش میپره. هرچی تو کیفتون این قسمت باشه، هرچی جمع کرده باشین میپره. حالا آقا پولتون رو خرج کلاه بکنین، زره بکنین، هدفون بکنین. هدفون خیلی مهمه ها، واسه صدا پا گرفتن خیلی مهمه این هدفون. هر چقدر گرونتر باشه بهتره. حالا بزنید روش، دوتاشو میدیوم مینیسه، کیفیت میدیوم بردن کافیه. آقا مثلا من میخوایم به تفنگ بگیریم، چیکار میکنیم؟ خب من برای مثلا این تفنگو برمیدارم میندازم اینجا، یا اصلا دزدیدمش، برگشتم از بازی اومدم تو منو، میخوام براش خشاب بگم چون خشابشو ندارم. روش راست کلیک میکنم، این آپلود مگزین چیه اینو میذارین. خب این میاد اینجا. خب من مثلا ریموو ما میکنم، مثلا گلولش خالی میشه، کار ندارم چیه گلولش. خب میخوام اینو که بندازم این تو، 4 تا دیگه هم اینجا داشته باشم، یعنی در اصل 5 تا خشاب. چیکار میکنم؟ روش راست کلیک میکنیم، یه دونه سرچ داریم، یه دونه لینکد سرچ داریم. سرچ فقط این آیتما برامون تو استور نشون میده که بخوام بخریم، مستقیم ما رو میبره سمت این قسمت. ولی لینکد سرچ هم نشون میده چه گلوله هایی داریم، هم این خشاب به چه تفنگ هایی میخوره. یا اگر مستقیم گلوله ای میخواد، همین امو رو میزنید و گلوله مختلف نشون میده. پیشنهاد من یا اینه یا اینه. اینو زیاد سمتشه مگه اینکه یه خیلی اوضاع مالی تو توپ باشه. مثلا اینو من میزنم، مکس میزنم 120 گلوله و اینو میزنم میخره. خب الان اینه میذارم اینجا، اینو بندازم روش میشه 30 تا. تموم شد. دقت بکنید بعد گلوله آماده اینجا، خشاب آماده پر اینجا، مثل این شکلی اینجا داشته باشید. خب وگرنه فکر نکنید برید تو باز این شکلی گلوله بندازی این تو ریلود نمیکنه. حالا تو بازی بهتون توضیح میدم. الان مثلا من میخوام خشاب بگیرم، دوباره خشاب پرتش میکنم بیرون، سرچو میزنم، مستقیم همینو گفتم میاره و میخریدش که مثلا میگی چند تا میخوای، 5 تا، بیش از 5 تا نمیتونی بگی، چند بار پشت سرم 5 تا میگی موردی نداره، 4 تا میگیرم، اینو میزنم و میخره، تمام میشه میده. خب خب من اینا رو نیاز ندارم، بهترین خودش. باید 4 تا باشه.
مرتب کن. اینم که اینجاست، خشابش 8 داره. این چه گلوله هایی میخوره؟ کلیپ 44 کلیپ چی؟ 44 میخره. کلیپ 44. خب میگه پره ولی دروغ داره. میگه اینو پردش میکنم بیرون، این بزنم روش، بعد اینو میذارمش اینجا، بعد اینو میذارمش اینجا، بعد این اولش میگردیم همینجا، اینو میذارم بعد مرتب بشه. خب 180 تا گلوله میدونم، ضربم خوب نیست. 360 تا گلوله واسه همه اینا در از 5 تا خشب دارم. یکیش که توش اینه. اینا بعضیشون خشب ندارن، گلولهشون اینه که بعد براش بگیرین. و همیشه یه دونه آب تا 2 تا آب اگه خیلی طولانی مدت میخواید بمونید داشته باشین. خیلی طولانی مدت که نیازی نمیشه از اینا داشته باشین. یه چیز حکم مورفین داره فکر کنم، چون اثر درد از زمان پنیک هیلر بود. پنیک آیلر چیه؟ خب دردو کم میکنه، ولی بعد این مدت تمام بشه خیلی باید بیشتر استفاده بکنیم. اینم که جونه. و از اینا مهمن، خیلی داغون بشین از این استفاده میکنیم. خب اینا همه چی بودن. همه چی رو گفتیم. این سیف باکسمونه. خب که تو لول بالاتر لول 9 باز میشه برامون چیز میشه. یعنی چی؟ مثلا یه آیتم ورزش مثل این پیدا کردم، اگر بمیرم ولی اینو گذاشته باشم داخل این، برگردم این مونده ولی همه وسایلم همه چیم نابود میشه غیر از اینی که این توه. خب الان میخوایم یه چیزی بفروشیم، مثلا این روش راست کلیک میکنیم میزنیم تو قسمت سل. 2 تا سل شما داریم، میگی همین لحظه میفروشی. خب 1000 تا میده، ولی تو مارکت لیستش بکنی تا 17000 تا میتونی بفروشی. تو آیتمایی که خیلی گرون هستن من همین اینو پیشنهاد میکنم بهتون. اگه خیلی به پول توپل داری نیاز داری، هم آیتم رو میتونی بزنی اینجا. ببخشید، ولی شخصا آیتم ارزونو مارک اینجا لیستش میکنم. آیتم خیلی گرون در لحظه میفروشم، ولی بهتر همش اینجا لیست بکنید که پول بیشتری بهتون بده. لیستان مارکت میزنم، مثلا میگه این همیشه اینی که بیشتر رو بزنیم. خب و دقت کنید این پول بهتون نمیده اینجا، اینو بهتون میده. این کارمزد دوستیه که میخواد اینو براتون بفروشه. فکر زرنگی نکن هر چقدر اینو چیز کنین بخرن پول این بیشتر بهتون میده. فروش نمیره، آیتمتون برمیگردونه. همه اینی که بیشتر هست رو میزنین. اگر دیدی یکم اینجاش بعد یکم عقلتون رو به کار بندازین، مثلا میگیم بهش نمیخوری 17000 تا بیارزه، پس چیکار میکنم؟ میگم من 18 ساعت تو فروشگاه میزنم که شانسی بیشتری واسه فروش داشته باشی، یا 24 ساعت. خب اینقدر فروش میره با کارمزد این تبدیل به این میشه، اینو بهتون میده. 18 ساعت میزنم، لیست رو میزنم. خب این دفعه این تو لیست شد. دیگه چیو میخوام بفروشم؟ رو این راست کلیک رو میزنی. خب باز این 18 ساعت، همش 18 ساعت میزنی. آقا اینم 18 ساعت دیگه، اینم 18 ساعت. خب موزش خیلی این 13، این شانس فروشش بیشتر، این خیلی تابلوه. من 24 ساعت میزنم. صابون آقا. خب و این فروش میره در لحظه. اینم نمیدونم چی رو میفروشیم، همین شکلی شیک تو مارکت لیستش میکنین. این بهش نمیخوره 1000 تا، بیشتر 18 ساعت میذارن. این بهش 1000 تا میخوره. این که خوراکیه. این چیه؟ نمیدونم چیه، برقرار من میفروشمش خیلی پولش تابلو و 18 ساعت میذارم. خب این فروش آیتممون بود.
از کجا پولشو میگیریم؟ ایمیل براتون میاد. خب شما این سیستم میله جایزه بهتون میده، ریزاله میزنی یا کلایم حالا میزنی میگی چه برای گرفتن، ولی مارکت میل داره. خب یا ابوالفضل 59,000 تا پول بهم داده مثلا، همشو میزنم ریسایب آلو میزنی. این آیتم هایی که از فروشگاه برام برگشت خورده. یعنی چی؟ یعنی فروش نرفتن، ولی این پولی که برام اومده یکی از آیتم ها فروش رفته. چرا فروش نرفتن؟ چون من ساعت خوبی براشون نداشتم به خاطر قیمتشون و تابلو بوده. خب میایم بیرون، راست کلیک میکنیم، سل میزنیم تو مارکت، بیشترین انتخاب میکنم، میزنم 24 ساعت. این دیگه شرطشون کندشه، 24 ساعت 100% دیگه نمیشه گفت، ممکنه بازم برگشت بخوره. صبر بکنین من بیناموسا رو بفروشم. اوه از این 15,000 تا میده و خیلی بازی جالبه. حتی میتونین تفنگ‌های میتونین رو این شکل قطعه کنین و بفروشین آیتماشو. البته واسه وقتی که واقعا هیچی پیدا نکرده باشی تو بازی. اینم بفروشیم. خب سیستم اصلی بازی این بود که شما برید تو بازی آیتم با ارزش از همه جا جمع کنین. حالا تو گیم پلی هم بهتون نشون میدن و بیاین اینجا بفروشین که چی؟ بیاد اینجا. خب چیز میکنیم کیف، تفنگ، پول، خشاب. همیشه 5 خشاب داشته باشین که 4 تاش اینجا باشه، یکیش تفنگتون باشه. اسنایپرها 60 تا گلوله داشته باشه بذاری اینجا. این مورفینا گلوله پیستول یعنی خشاب پیستول 2 تا، یکیش روشه یکیش اینجا. بندیج و 4 تا میلکیت، خیلی اینا مهمن، هر چقدر بیشتر بهتر. آب بسیاری داره چقدر لفتش بدی، آب میذاریم اینجا میمونه. نارنجک زیاد استفاده نمیکنم. خب ما آماده ایم میریم. یه دونه کانتکت داریم. چیکار میکنن؟ یه سری آیتمایی بهمون میفروشن ارزون تره، چیزم هیچ استفاده من ازش نمیکنم، حوصله هم ندارم حقیقتش. مدگانم که اینجا تفنگو میشینی شخصی سازی میکنی، خوشگلش میکنی. خب مثلا دوربین میزنی، اینشو دراز میکنی، دمیجشو قوی میکنی، اسمبل میکنی، بهت میفروشه. هیچ وقت این کارو نکن مگه اینکه خیلی پول زیادی داشته باشین. استوریج هم که گفتم، مارکت هم که هم فروشگاهه، همه چی داره دیگه، گلوله تا دیگ نارنجر همه چی. خب گفتیم که آیتم گیر رو پیدا میکنیم میفروشیم. خب ولی اینجا تو قسمتی میشن بهتون مأموریت میده که مأموریت انجام بدین. کامپلیت نوشین انجام شده، این پروگرس، یعنی هنوز چیز نشده. چیا میگه مثلا برو این کار، میگه برو تو این قسمت از مپ داخل فارم، یعنی مپ فارم گرین ترید سنتر. خب یه فقط برو اینجا، همینجا برو توش، هیچ انمیو نکش. فکر کنم اینه. میگه کری نمیدونم چیزی اوت این طور مثل آدم بیا بیرون. خب چی بهت میده؟ 40,000 تا میده با 1000 تا از چرت و پرت، 1500 تا ایکس پی. خب انگلیسی حالی. این چی میگه؟ میگه که به ارزش 80,000 تا کوین پولمون میشه. آیتم جمع کن بیا بیرون زنده که اینا رو همشو بهت میدم. اکسپت میشه رو میزنی اینجا، کانتینیو میزنی میری روش. خب من اینو انجام میدیم فعلا. میگه 5 انمی رو نابود بکن، یه دونه چشیک بگیر، یه چشیک فکر کنم میگه بفروش دلیوری، نمیدونم دلیوری چی میشه، حالا بعدا دلیوری میزنم. اوه همه میشه دلیوری میکنه. خب این کامپلیت شد، عالی شد. فکر کنم منظورش همین این بود. کانتینیو رو میزنه این مپ فارم، ولی از اونجایی که من حوصله‌شو ندارم، حوصله مپ فارمو ندارم، نورمال میخوام مپ جدید برم امتحان بکنم. همون فعلا فارمو بریم. فارمو بریم که همتون اینجایی. استارتو میزنید و تمام.
I need to fix a broken خب limb. دنیای زیباست که البته من خودم رنگش کردم، خیلی بیرحم بود دنیاش رنگش. خب مپو میزنیم. این قسمت هایی که اینجا زده خیلی آیتم های با ارزشی میتونین پیدا کنین، ولی ریسک نکنین چون خیلی شلوغ میشه. همه جا آیتم هست، همه جا، حتی جاهای مثلا ممکن اینجا خیلی رندوم یه جعبه پیدا کنید که مثلا توش طلا باشه، نمیشه گفت. همه جا آیتم خوب هست. خب این نارنجیا چی میگه براتون گفته دیگه چیه. مثلا اکتیویتی میگه باید 500,000 تا پول بدی، 15,000 تا پول بدی میتونه خارج شی. میگه میتونه اینجا بدون اکیوپمنت خارج بشه، یعنی باید کیف میفته فکر کنم بندازه. اصلا بهتر این سبزاست که همینطور سرتو میندازه خارج میشه، ولی خب راهشون دوره. بریم بگردیم. هدفون داخل خود بازی رو که گفتم از فروشگاه میگیریم، اونو گرفتم، صدا رو خیلی خوب نشون میده. و اینکه چیزی نداره برای اینکه برداریم. اوه 33 دقیقه با چه پینگ شاهکاری هم داریم بازی میکنیم. چی داریم برادر اینجا؟ 4,000 7,000 گلوله. خب ما یه دونه میندازیم داریم دیگه، به اضافه کاری نکنیم. 4,000 فعلا نگه میداریم تا چیزی بهتر پیدا کنیم. این چیه؟ این چی بود؟ بیا 25,000 تا فقط یه دونه این، کیف کن. خب کد یه چیز خوب داده 80 تا، برو بمیر. این اینجا واکسین هم میشه چک کنید. بیا دیدی گفتم. اوه مای گاد. خب پولدار شدیم رفت همون اول. اگر خیلی بازیتون خوب باشه مثلا مثل من ادامه میدید، ولی نه اگه همه چیز با ارزش پیدا کنید دیگه زیت خارج بشید سریع. لطه پا داره. خب من پرو هستم، میرم پدرشو در میارم. What's happening? برم چی داری؟ کیف رو زود بگردی، تو کیف معمولا میشه. 15,000 تا بد نیست، بد نیست. 7,000 تا آفرین. 300 تا به درد نمیخوره. روی شاست کن. امو اینجا چی داری؟ به نظر کچره میاد، چیز خاصی هم نداره فکر کنم. اینجا چی هست؟ آتاشخال باید باشه دیگه. بیا
انرژیمون تموم شد. آب نخورین، پاپچی نیستش به آب. اوه بپرینم نصف انرژیتون در لحظه تموم بشه، حواستون باشه. باید از این باید استفاده کرد. ولی خب مثل این که از پشت دیواره، پس همه این بالا میاریم. در سگ دوست چی داری؟ ببینم کی بشه چک کن. دوست البته من خودم دزدم. اوی جان بیا اینجا. این چیه؟ این چیه؟ اینجا معمولا خشب و گلوله میشه. آره درست حد زدم. خب چیزی با ارزشی نداشت. تو کت اینا معمولا چیزای خوبی میشه. این برکب خوردم، چیز خوبی نیستش. اوه یه چیز داره تو پیک دار کنه. همه این 15 75 زده ایچه. ای وای بی اینجا. این چیه؟ 1000 تا نهره بخواد. خب پایین یه دونه جعبه تفنگ. یه چیزی در رابطه با خشاب بهتون بگم. الان دیدین ما یه عالمه کار کردیم. آلتیو میزنی میگه لستن هست، اگه از نصف کمتره چیکار میکنی؟ من میام روش آپلود مگزینو میزنم. خب بعد با این گلوله پرش میکنم. یا اینو میزنی یا مثل بازی دیگه آروم میزنی، یکی از اینا رو میندازی این تو. میندازی این تو. میگه اول باید اینو پر کنم. صبر کن. اینو میندازیم این تو، اینو میذاریم اینجا. تموم شد رفت. خیلی زیبا. داخل وامی چیزی چی پسر؟ چیز خوبی بده. اوه اوه برادر رد کن بیاد. تو شوخی نکن با من. ارزش این چقدره؟ 15000. ارزش این چقدره؟ این چقدره؟ 5000 تا. این چقدر؟ 2000 تا. 700 تا. برداریم دیگه اینا. از چی بهتره؟ این 5000 تا. 5000 تا. 7000 تا. 15000 تا. خب اینو میذارم این تو. ارزش اینا بهتره که اگه مردم حداقل اینو داشته باشه. و اینکه اقتصادی فکر کنید. اینو بذارین اینجا. خب دیگه چی داریم؟ جا نداریم متاسفانه. ببخشید داداش. از تلفن خودم هم هست، گیرونم هست. بندازم. سگ خورد. این چقدره؟ 25000 تا. نه نیازه. خیلی هم نیازه. خب اشکال نداره. این پایینو چک کنیم. اینجا قفله. تفنگ دزدی. خاک بر سره. آقا این از آرنا بریک اوت و شیوه بازی کردنش. تموم شد رفت. خدا نگهدار.